هرچند که این نظام اسلامی از هنگامی که اومده همه چیز از بین برده، از جمله زیبایی. شما این بدبختایی که سفیر و وزیر و وکیلان تو جمهوری اسلامی ببینین، با احترامی که برای شوفر تاکسی عزیزمون دارم در داخل کشور خارج از کشور، با احترامی که برای کارگران دارم در داخل کشور خارج از کشور، خب وقتی کار میکنه یک لباسی چیزی باید بپوشه. اینا واقعا قیافه هاشون از کارگرای همه جای دنیا هم واویلاتره. دوستان مهربان، حالا در این قسمت از برنامه امروز میخوایم نماز بودایی رو به شما نشون بدیم که شما مهربانیان ببینید که نماز اسلامی 100% از نماز بودایی پیش نماز دارن، یعنی کسی حرکاتی که جلو ایستاده و نماز رو داره هدایت میکنه، از نماز بودایی تقلید شده. مؤذن دارن، ببینید که با اون که ایشون میزنه به اونجا، با اون چوبی که سرش گلابی است میزنه به اونجا، حالت مؤذنه. بعد نگاه کنین دستاشون اینطور گرفتن، دعای دست میخونن مسلمونا، قنوت، ولی خب با باز. بعد میبینید به رکوع میرن، مینشینن و در حالت تشهد خوندن مینشینن، میبینید. و عرض کنم خدمتتون که پیش نماز میبینید جلو ایستاده و خب فرقی که اینجا داره به جای اینکه همش قرآن خونده باشه، آواز هست، تقریبا با صدای قشنگ دارن میخونن. بعد میبینید که قبله دارن، قبلشون بوداست، رو به قبله، همه به صف ایستادن، جانماز دارن، جانمازشون میبینید. و دقیقاً اسلام از آیین بودایی نماز رو گرفته. میدونیم که در صحرای عربستان سعودی آن موقع اینطور نبوده که این چنین با آیین نماز و نیایش بکنن، فقط در برابر بت‌ها خودشونو به خاک میانداختن، به زمین میانداختند. دوستان و یاران مهربان، این یک نمونه است، مشتی است، نشانه خروار از این که شما ببینید تمام اون مواردی که تقریبا در قرآن، در اسلام هست برای نماز، در آیین نماز جماعت خصوصا میبینید که در آیین بودایی هست و این از اون اقتباس شده. ببینید امام جمعه پیش نماز وقتی میره به سجده، همه میرن به سجده. مهربانیان فرانسه که آقای دکتر حسن عباسی با که اسم مستعارشون حتما آشنا هستید، سیاوش اوستا، جایزه بزرگ گراند پری اومانیته یا جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه رو، جایزه تلاش رو دریافت کرده. وقتی من خوشحال شدم از این خبر، تلفنی باهاش صحبت کردم و بهش تبریک بگم، به من یادآوری کرد فوراً، مثل که خودش حساسیت خاصی در این مورد داره، گفتش که قبل از هر چیز بهت بگم که این جایزه از 112 سال پیش توسط استادان دانشگاه سوربن در فرانسه پایه‌گذاری شده و به هیچ وجه جنبه دولتی و سیاسی نداره. این اصرار داشت که من این حتما اگر یادآوری میکنم این موضوع رو خدمت شما عرض بکنم، مثل که حساسیت خاصی داره دکتر عباسی به جوایزی که فکر میکنه حتما پشتش بایستی که نیروهای سیاسی و دولتی دست به کار بشن. بر تقدیر در گزارش ها و همینجوری روی سایت های خبری متعدد راجع به جایزه انسان دوستی که به سیاوش اوستا داده شده مطالبی هست که من فقط از یکی از اونها براتون نقل میکنم که رئیس کمیته گزینش هنگام اعطای این جایزه به سیاوش اوستا گفت حسن عباسی در سال 1957 در شهر تاریخی مشهد در ایران